بینندگان گرامی، به 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر اول ماه مهر داریم نزدیک میشیم. حتما بسیارن از رهبران کارگری، محیط‌های کارگری که به این میپردازن که اول ماه مهر چه باید کرد، چگونه باید به استقبال اون رفت. برای صحبت بیشتر در این مورد ما میهمان مظفر محمدی بودیم. برنامه گفتگویی رو با ایشون ترتیب دادیم. سوالات متعددی در پیش پای ایشون قرار دادم و از جمله از ایشون پرسیدم با این شروع کردن که به نظرتون تهییج، تشویق و انرژی دادن به کارگرها، توضیح و اقناع اونا که باید برای اول ماه مهرشون دست بالا بزنن به نظرتون ضروری میاد؟ فکر نمی‌کنم لازم به این کار باشه. مسئله روز جهانی کارگر رو میشه از زوایای گوناگون نگاه کرد. مسئله این نیست که کارگر رو تشویق کنی یا تهییج کنی که این کارو بکنن. مسئله اینه که کارگر روز جهانی کارگر رو چجوری میبینه. آیا اینو یه مراسم میبینه؟ آیا اینو مثل یه اعتصاب، یه گوشه از مبارزه است، میخواد مبارزه اقتصادیش رو اینجوری پیش ببره، میخواد خواستهایی رو مطرح بکنه، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد خودشو متحد بکنه؟ چجوری نگاه میکنه؟ این مسئله اتفاقا اگه قرار با یه کارگران بشینن با هم یا فعالین کارگری بشینن یا رهبران کارگری بشینن با هم تصمیم بگیرن، بالاخره باید اول ببینن که اول مه و روز جهانی کارگر چجوری میبینن. قطعا اینجوری نیست. ببینید اگه یه مراسم، یه روز، یه بزرگداشت این قضیه رو نگاه کنید، خب ساده میگذره دیگه، مثل هر مراسم دیگه، مثل هر تجلیل دیگه، هر بزرگداشت دیگه، یه جمع میشن بزرگداشت میکنن میاد خونهشون. منتها روز جهانی کارگر نه به خاطر اهمیت تاریخیش که یه جنبه قضیه است تنها، و حتی نه به خاطر اینکه فقط جهانیه، تمام طبقه کارگر در سطح جهان یک روز رو میخوان نمایش قدرت بدن، بلکه به لحاظ موقعیت و شرایطی که امروز بشر توش داره زندگی میکنه و طبقه کارگر داره توش زندگی میکنه، اول ماه مه خیلی اهمیت داره. به این لحاظ است که اول ماه مه رو اگه اینجوری نگاه کنی، کارگر بیاد بگه که سرنوشت بشر رو یه عده دیگه دارن تعیین میکنن. کارگر بیاد بگه من اومدم، من هستم، من کارگر برده نیست، کارگر صاحب جامعه است. دیگه نمیخواد سرنوشت جامعه رو بوش و پنتاگون و بلر و نمیدونم تو اسرائیل و یا فرض کن تو حوزه علمی قم سرنوشت بشر تعیین بشه. طبقه کارگر باید سرنوشت بشر رو تعیین کنه. اگه اینجوری نگاه کنی، نه به نظر من خیلی اهمیت داره، خیلی فراتر از یه روز، یه مراسم، یه بزرگداشته. من فکر نمی‌کنم اول ماه مشکلات طبقه کارگر ایران حل کنه، یا فرض کنید همون معضلاتی که دامنگیر طبقه کارگر اونو تو این روز حل کنه. اصلا اگه اینجوری بریم برای مراسم اول ماه مه، باید بریم اونجا شرح بدبختیامون رو برشماریم. چقدر زندانی دادیم، چقدر خانواده‌ها متلاشی شدن، چقدر حقوق موقت شد، چقدر کارگر اخراج شد. این روز جهانی کارگر اینجوری نیست. روز جهانی کارگر اینه که طبقه کارگر یه مملکت، حالا در سطح جهانیش به جای خود، میاد میگه که من به عنوان طبقه کارگر هر بلایی سرم آوردید، هر بلایی سر بشر داریم میارین، ولی من هستم، من حضور دارم، من تو جامعه حضور دارم و من حرف دارم برای جامعه. یه روزیه که باید سرا برگرده به طرف طبقه کارگر، ولی اگه طبقه کارگر دوباره مثل روزهای دیگه برن بشینن سر هم بکنه و بدبختیاشون بر بشونن، خب دیگه این راسی به دانشجو، کارمند و بقیه جوون و دانشگاه اینا نداره. باید همه سرا برگرده به طرف طبقه کارگر. امروز چی میگه طبقه کارگر در مورد جنگ؟ نظرش چیه در منطقه؟ در مورد غنیسازی نظرش چیه؟ در مورد این اتفاقاتی که داره میفته تو جهان نظرش چیه؟ و بعدم در مورد فرض استانلو نظرش چیه؟ از مسائل مهم جهانی گرفته تا مسائل روزی که بیخریش طبقه کارگر گرفته. به این لحاظ به نظر من روز اول ماه مه نمیشه و نباید روزی باشه که ما بریم شرح مصیبتامون رو بروش کنیم. میشه روز اول ماه مه تو محافل 100 نفر، 500 نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر تو خیابون رژه رفته و گفت که کار دستمزد افزایش پیدا بکنه، حقوق موقت رو بدین. کارگر به خیلی بدبخت بیچاره است، به داد کارگر برسین، کارگر خیلی زحمت میکشه. اگه اینو بگین یه مسئله است. مسئله دیگه اینه که طبقه کارگر بیاد تو این روز بگه که من دیگه نمیپذیرم، من میخوام دنیا رو یه جور دیگه میخوام. اینجوری که شما دنیا رو دارین اداره میکنین، این دیگه بشریت داره توانشو میده. من نمیخوام دیگه مردم بیکار بشن، فقر و فلاکت بیکاری دامنگیر بشه، اعتیاد فقر و فحشا زیاد بشه، آدم‌ها رو بفروشن.
خیلی میلیون آدم تو گشنگی تو کشورهای دیگه بمیرن، جنگ بسازید برای مردم، تو سر کله مردم بذارید. دیگه نمیخوام این دنیا رو، من این دنیای دیگه رو میخوام بسازم. این به نظر من اهمیت داره. این برای فردای روز بعدش که اگه بخواد مسئله دستمزدی معوقان داشته باشه، این پشتوانه خیلی عظیمیه. به نظر من حضور طبقه کارگر، نمایش قدرت طبقه کارگر، ابرازی طبقه کارگر تو آلمان پشتوانه فرداست، پشتوانه هفته بعد و ماههای بعده. خیلی پیچیده است به نظر من. الان حتی تو کشورهایی که به اصطلاح دموکراسی آزاد هم اینجوریه، خیلی آبکی شده. یه عده سوسیال دموکرات‌ها نمیدونن تاده کارگر رو جمع میکنن، یه آقای میاد براشون سخنرانی میکنه، دست نمیاد خونه‌شون. تو ایران هم الان بالاخره خانه کارگر محجوب اومده میخواد بگه به قول خودش 100,000 کارگر میخوام تو روز جمع کنم. فرض کن حتی اگه این کارو بکنه. و یا تو بوشهرکنار محافل کارگری مشغولن که کارایی دارن میکنن. خیلی پیچیده است. اتفاقا مسئله مهم تدارک این اول مهمه. کاش میشد نه محجوب بلکه 10 تا رهبر کارگری از شرکت نفت و ذوب‌آهن و ماشین سازی و نساجی ها اینا جلو میافتادن، میگفتن ما 100,000 کارگر تو خیابونای تهران جمع میکنیم. این کار امیدوارم بشه. حتی اگه این کار نشه رهبران کارگر حتی اگه مجبور شدن تو روز جهانی کارگر برن تو روی محجوب بگن تو بیخود میگی حرفای خودشو تروش بزنن و حرفای خودشونو بزنن. این امکان پذیره. این که اگه نتونیم میلیون کارگر رو بیاریم که خیابون رژه برن، ولی باز با وجود این بار رو دوش رهبران و فعالین کارگری کم نمیشه و اونا حرف کارگر رو بزنن، کارگر رو نمایندگی بکنن. اگه کارگر رو نمیتونن جمع بیارن بسیج کنن که شاید نشه اونجوری، حتی اگه تونستن تو جای 100 نفر 500 نفر کارگر رو جمع کنن تو کارخونه خودشون، حتی اونجایی که مجبورشون میکنن که کار کنن که اونجا هم اینجوری نشه تعطیل بشه، اگه یه ساعت اونجا حرف کارگر رو کارگر رو نمایندگی بکنن. اگه بعد از اول ماه 5 تا سخنرانی کارگرها، 10 تا قطعنامه کارگری، یه قطعنامه کارگری امیدوارم باشه، 10 تا قطعنامه کارگری که صحبت از این میکنه که کارگر باید سرنوشت جامعه ایران تعیین کنه، ما با جنگ مخالفیم، اسامه فردا باید آزاد بشه. منظور من این معنیش اینه که اول ماه میخوشه کوبیده و در فردا ما طبقه کارگر قدرتمندی داریم و جامعه با بازتر و امیدوارتری داریم. منظورم جلو رومون. من فکر میکنم اعتصابات کارگری رو رهبران کارگری هدایت دارن میکنن و خیلی دارن با چنگ و دندون از کارگر و منافعش دارن دفاع میکنن. یه نقطه قدرت طبقه کارگر الان تو ایران یه نمونه شو باید شرکت واحد اسم برد. شرکت واحد سندیکا داره، متشکل رهبران خودشو داره و وایساده در مقابل استبداد. رهبرش الان تو زندانه، ولی طبقه کارگرانی که اخراج هنوز کردن وقتی رهبرانشون میرن با اونا صحبت میکنن میگن ما ناامید نیستیم، ما با چنگ و دندون از سندیکامون دفاع میکنیم و حقمون میخوام رهبرمون آزاد بشه. مثلا این نمونه خوبیه. اگه از این نمونه ها و از این نقاط قدرت ما بهش بچسبیم، من فکر کنم طبقه کارگر تو ایران باید گام‌های خیلی سریع رو به جلو برداره. متاسفانه این اتفاق تو قبل از اول ماه و تو شرایطی که سندیکای شرکت واحد کارگران داشتن مبارزه می‌کردن اتفاق نیفتاد. این ضعف خیلی بزرگیه. آیا اینو تو اول ماه جبران می‌کنیم؟ رهبران کارگر میان میگن ما این کارو نکردیم، خطاب طبقه کارگر اینا مخاطب قرار میدن، میگن فردا باید استان رو آزاد بشه، میگن سندیکا باید رسمی شناخته بشه، میگن خواسته کارگران شرکت باید همین الان فوراً اجرا بشه. یعنی طبقه کارگر یه سنگر رو بگیره، بقیه سنگرها رو یکی کفت میکنه. به نظر من شخصا تصور میکنم این سنگر رو باید با آزادی استان رو باید به رسمی شناسی سندیکای شرکت واحد بگیریم. سنگرهای بعدی رو میتونیم بگیریم. اگر متشکل نیست، سندیکا نداره، شورا نداره، مجامع عمومی هنوز سازمان یافته نیست، رهبراش هنوز با هم نیستن، محافل خیلی پراکنده است، گرایشات مختلف دارن چونه میزنن سر اینکه قطعنامه رو من بدم تو ندی، شما چند نفرین ما چند نفرین. موضوعات خیلی پیچیده وجود داره به نظر من. با وجود این من شخصا فکر می‌کنم طبقه کارگر گوش به زنگ، کارگر گوش به زنگ تو کارخونه‌اش که فردا چه اتفاقی میفته، اول مهمه چه اتفاقی میفته. اگر رهبران کارگری، فعالین کارگری، کارگران سوسیالیست، کارگران رادیکال نخوان این خلا رو پر کنن، دستشون تو هم نذارن، تقه بازی اینا رو کنار، اگه اینا رو کنار بذارن نظام کارگر رو میتونن بسیج کنن. میلیونی اگه نتونن، 10,000 100,000 اگه نتونن تو هر
کوچیک حالا بزرگ میتونن 10,000 و 5,000 و 1,000 نفر کارگر رو جمع کنن. این کار امکان پذیره. باید تدارک شدید. من فکر میکنم اگه اول ماه می برگزار بشه 100 تا خواست کارگری مطرح بشه و خیلی از این حرفا زده بشه، اگه بحث جنگ توش نباشه معنیش اینه که طبقه کارگر توی صحنه مهمی که سرنوشت میلیون ها مردم رو تو خاورمیانه دارن رقم میزنن غایبه. طبقه کارگر باید حرف بزنه در مورد جنگ، باید بگه من با جنگ مخالفم، باید بگه من جلوی این جنگ رو میگیرم. یه وقتی یه بابایی میگه من تو دهن فلانی میزنم، طبقه کارگر بنظر باید من تو دهن آمریکا میزنم. آیا این معنیش اینه که میره کنار جمهوری اسلامی؟ قطعا اینجوری نیست. باید با فضای جنگی مبارزه کرد. طبقه کارگر باید بگه با فضای جنگی مخالفه، نمیذاره این فضای جنگی رو آمریکا درست کنه، نمیذاره این فضای جنگی رو احمدی نژاد و بقیه برای پایمال کردن حقوق کارگر و مردم دیگه این فضا رو درست کنن. اگه این اتفاق نیفته اول ماه خیلی ضعیفی داریم تو ایران.